سلطان بود. خودش نه، اسمش سلطان بود. ریزه میزه و تند و تیز بود و با ساده دلی افراطی که با اسمش جور در نمی آمد. بچه ها دستش می انداختن. فوتبالش بد بود. هول شتاب زده بازی میکرد، اما بعضی وقتها توی بازی کارهایی میکرد که غیر منتظره بود و فقط از بازیکنان حرفه‌ای ساخته بود. توی شرکت ما آبدارچی بود و وقتی کسی میگفت سلطان چایی بیار، خودش خجالت میکشید. چون تضاد عجیبی بود بین اسم سلطان و کارش. سلطان خیلی زود مرد در تصادفی در جاده قدیم تهران کرج. پیکان زرد مدل 57 به سلطان زد و او بعد از اینکه یک هفته در کما بود از تخت زندگی فرو غلتید و تاج سلطانیش واژگون شد. زنش 1 سال وفاداری کرد و عاقبت با مردی که 3 برابر سلطان قد و وزن داشت ازدواج کرد و رفت. جای خالی سلطان را در آبدارخانه شرکت مردی پر کرد که 3 برابر او قد و وزن داشت و کسی جرئت نمی‌کرد به او بگوید علی آقا چای بیار. خودش هر وقت دلش می‌خواست چای می‌آورد تا ثابت کند که اداره خدمات شرکت چه سلطانی را از دست داده است. بعد از مرگ سلطان Salut Ro. Salut Pauline, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de lire un roman. Ah, et de quoi ça parle? Mais c'est pas en français? Non, c'est en persan. Ce n'est pas en français. Ah, c'est intéressant. Et je te dérange pas? Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, oui, bien sûr. J'ai bientôt fini. Assieds-toi. بعد از مرگ سلطان رفتن سر فایل شخصیش و آن را خالی کردند. چیز قابل توجهی در آن نبود. فقط آلبوم عکسی بود که در آن پر بود از قهرمانان زیبای اندام جهان و در هر صفحه آلبوم عکسی از خود سلطان بود که هیچ تناسبی با بقیه نداشت و در آن میان مثل کفتری دمسوخته خودنمایی می‌کرد. بخش اول از آدم‌ها اثر احمد غلامی، برنده عنوان بهترین مجموعه داستان سال جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری 1390، نشر سالس.